بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، همنشینای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه یاد خدا. انشاءالله که این یاد خدا هم مثل یاد خداهای گذشته مفید باشه براتون، بلکه بیشتر از گذشته. امشب شب وفات همسر مهربان امیرالمومنین امام علی علیه السلام، مادر فداکار حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج علیه السلام، یعنی خانم ام البنین سلام الله علیها است. امشب رو به محضر امام زمانمون و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشاءالله که عزاداری هامون در شب وفات خانم ام البنین مورد قبول قرار بگیره. فرزند نازنینشون باب الحوائج حضرت قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام از ما راضی باشن از این بابت که امشب و فردا سوگوار وفات مادر نازنینشون هستیم و انشاءالله که زیارت با معرفتشون هم نصیب و قسمت هممون بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچون شنبه گذشته باز هم مفتخریم به حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین کفیل عزیز که قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدین، عرض تسلیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم تسلیت عرض میکنم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو. بعضی بزرگواران تو عالم به لحاظ ارتباطی که باشون داشته باشیم خودمون بهره بردیم. حقیقتاً یک شخصیت کم نظیر، یک شخصیتی که 4 آقازاده رو هر آنچه داشت به تعبیری با تمام وجود تقدیم کرد. و جالب بعد از حادثه عاشورا حضرت ام البنین یه آقا پسری داشتند، حضرت ابوالفضل آقا پسر 4 ساله. این مادر بزرگ دست این بچه رو میگرفت، هر روز مسیر احد رو طی میکرد. به تعبیری یاد عاشورا تو مدینه زنده بمانه یا مردم مدینه حادثه رو فراموش نکنن. مادری فداکار و شجاع پرور. بله. یادم اومد خبر 4 تا فرزند شما پسر عمودین که داشتن، خبر شهادتشون رو بعد از عاشورا که می آوردن براشون، خبر رسانه های اشتباه نکنم بشیر بود نامشون، به ام البنین که دونه دونه گفتن آقا پسر تو شهادت، به جای اینکه خبر پسر دومشون رو بگیرم گفتن از حسین بگو، از حسین. چه خبر؟ دوباره خبر دومین پسرشون بود از حسین برام بگو. تا هر 4 تا پسرش باید میاد امام حسین، برای امام حسین عزاداری و سوگواری میکنن. نشون میده واقعا این جایگاهی که شما میگه جایگاه بین کم نظیر. که به ذهنم اول کسی که مجلس روضه امام حسین راه اندازی کرد ام البنین. عجب. یعنی ایشون تو مدینه جلسه های روضه امام حسین رو، یعنی عملا ما هرچه روضه میگیریم هرچه مجلس میگیریم این الگو گرفته از این بانوه. داشتم اینجوری فکر میکردم ما هرچی فضیلت در حضرت ابوالفضل ابوالفضائل که میبینیم، پرورش دهنده اون فضائل مادرشون بودن. اگه شجاعت از عباس مثال زدنیه، اگه وفاداریشون مثال زدنیه. جالب خانم ام البنین اسمشون نام مبارکشون فاطمه است دیگه، ولی به گفتن به فرزند از زینب فرمودن عرضه داشتن که آقا منو فاطمه صدا نکنید، این فاطمه فقط یه دونه بود، به من نگین فاطمه، بگید این نهایت ادب و که از یه همچین بانوی در کمال ادب و شجاعت و فضیلت و وفاداری همچین فرزند رشید. ادب مادر به هر 4 فرزند میشه. آره که تو صحنه کربلا اینجوری جلوه‌گری میکنن از عباس. خب خیلی ممنون. به روح مطهره و مقدسه و منورهشون سلام و درود و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم.
اگه نکته‌ای داریم بفرمایید، نه که بریم سراغ بحث. وارد دعا بشیم. زنده باشین. خب اگه خاطر شریفتون باشه ما از هفته گذشته پیرامون صحیفه سجادیه نکات کلی رو از آقای کفیل شنیدیم که ایشان میدونید مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه هستند. به بهانه مرور و تعمق و تأمل بیشتر در دعای 14 صحیفه سجادیه، علتش رو هم میدونید، یه بار دیگه یادآوری میکنم. توصیه هست تا آقا هستش که مسلمانان، خود مردم غزه، لبنان و جبهه مقاومت از جمله مردم عزیز کشورمون انشاءالله برای پیروزی های بیشتر و گسترده تر و انشاءالله پیروزی نهایی این دعا رو بیشتر زمزمه کنن علاوه بر سوره مبارکه فتح و دعای توسل. حالا با این دعای 14 رو نکات کلیش رو راجع هفته قبل فرمودن. از ابتدای دعا شروع میکنیم، انشاءالله فرازهاش رو راجع کفیل تبیین میکنن، ما استفاده میکنیم. بسم الله. توحید اول هر دعایی مناسب با همون دعاست. یعنی یا من لا یخفی علیه انباء المتظلمین. دعا بحث ظلمه، بحث مبارزه با ظالمه، دعا بر علیه ظالمه و به نفع مظلومه. خدایم که صدا زده میشه مناسب با همین موضوعه. تو دعاهای صحیفه این سیر رو میبینیم، تو بقیه ادعیه همین رو میبینیم. یعنی انسان به تعبیری وقتی از خدا خوردنی میخواد، خدای خوردنی رو صدا میزنه. خدای الان موضوع بحث استغاثه است به تعبیری. ای کسی که خبر دادخواهان، خبر اون مظلومی که به دادخواهی بلند شده برای او خدا مخفی نیست. یعنی خدا میداند. خدایا به تعبیر تو میبینی، وضع مظلومان عالم رو میبینی، وضع ظلم شدگان رو میبینی. و یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادات شاهدین. اینا دیگه نیاز به شاهدم ندارند. بالاخره هر کسی دادگاهی میره، محکمه میره، باید شاهدی حاضر باشه. اما الان وضعیت به گونه است که ظلم علنیه، ظالم دیده میشه، مظلوم دیده میشه. و توی خدا هم در قرآن تصریح کردی که ان الله لا یحب ظالمین. به تعبیر امام علیه السلام بدترین عذاب اله اینه که خدای کسی رو دوستش نداشته باشه. وقتی خدای کسی رو دوستش نداشته باشه دیگه این اوج بدبختیه، این اوج بیچارگیه، این اوج فلاکته. خدایا عملا اینقدر تابلوه چی داره ظلم میکنه، چی مظلومه. خب این یه طرف قضیه. و یا من قربت نصرته من المظلومین. خدایا یاری تو به چی نزدیکه؟ به مظلوم نزدیکه. و از اون طرف و یا من بعد عونه عن الظالمین. 4 محور اول دعا مطرح شد. اولین نکته این بود که خبر این مظلوم رو تو میبینی، تو داری وضعیتش رو میبینی، صداشو میشنوی و از اون طرف نیاز به شاهدم نداره. خدایا ما هم هر چه تو رو معرفی کردیم این گونه معرفی کردیم. چطور؟ نه که ما معرفی کردیم، خودت. ما کی باشیم خدا رو معرفی کنیم؟ خودت این گونه معرفی کردی خودت رو که من یار مظلومانم، معین مظلومانم، کمککار مظلومانم و از اون طرف کمک و یاری تو از ظالمین دوره. به تعبیری که اصلا عالم عدالته. اینقدر ظلم در عالم هستی نزد خدا بد بوده که خداوند متعال یه واژه‌ای رو تعریف کرده در اصول دین به نام عدل. عدل واژه دقیقا مقابل چیه؟ ظلمه. ظلم. یعنی واژه عدل رو میگن اعطاء کل ذی حق حقه. عدل یعنی هر صاحب حقی رو حقش رو بدی. ظلم رو دقیقا همینجور ترجمه کردن، یعنی حق هر صاحب حقی بهش داده نشه. تو عالم اینقدر عدالت مهمه و اینقدر ظلم قبیحه که
یکی از محورهای اصول دین میشه چی؟ عدل. اینقدر ظلم قبیحه که بالعدل قامت السماوات و الارض. اصلا محور عالم، محور زمین و آسمان همه میشه عدل. خب اگر عدل به هم بریزه، اگر کسی عادلانه برخورد نکنه، اگر کسی آنچه حق دیگری بهش نده، خدا چه باید بکنه؟ فرمودید نقطه مقابل عدل ظلمه، به همون نسبت که عدل اینقدر جایگاه رفیعی داره در دین ما که اصلا جزء اصول دینه، اصلی از اصول دینه. بله. به همون نسبت هم نقطه مقابلش چقدر مرتبه پستی داره. یعنی مثلا چقدر قبیحه، چقدر زشته، چقدر غیر انسانی و الهیه. ما در روایت داریم وجود نورانی امام حسین تو کربلا یه سفارشی رو به امام سجاد کردن که سفارش امیرالمومنین بوده. یعنی امیرالمومنین به امام حسن، امام حسین به امام سجاد، امام سجاد به امام باقر. از امام باقر نقل شده که پدرم امام سجاد علیه السلام موقع شهادت به من فرمودن ایاکه، نهی میکنن و ظلم کردن کسی که یاری ندارد. یعنی موضوع مهمه، موضوع اینقدر مهمه که وقتی تو صحرای کربلا امام حسین میخوان از امام سجاد جدا بشن، همین جمله رو سفارش میکنن. امام باقر به تعبیر میان بالا سر پدر، همین جمله رو سفارش میکنن. ما تو روایت داریم اگر حیوانی رو انسان بدون دلیل بزنه، روایت اینه که این حیوان رو ذبح نکنه، به تعبیری همینجوری صید میکنه، همینجوری هوس بازی میکنه، شکار میکنه، این حیوان تو صحرای محشر ازش شکایت میکنه، جلوشو میگیره. برای چی با من اینجوری کردی؟ حالم حساب داره. بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. آقا نگه داریم اینجا یه فاصله بگیریم، یه تأملی داشته باشیم و برگردیم و ادامه بدیم استفاده. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون و داریم آشنا میشیم با مضامین بلند دعای 14 صحیفه شریف سجادیه به راهنمایی استاد کفیل عزیز. علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرت. خدای خودت میدونی، بالاخره خدای عالمی که از ناحیه فلانی، بچه فلانی چی به من رسیده. اینجا دیگه آدم میتونه اسم ببره که فلانی با من اینجوری کرده. خدایا تو منعی کردی، گفته بودی اینجوری نکن، اما این ظلم داره میکنه، تو منع کردی. ای به طور طبیعی من تحکه منی مما حجست علی. این حرمت ما رو دریده، این به طور طبیعی حرمت ما رو حفظ نکرده، این حق ما رو ادا نکرده. اینجوری خدای خودت میفهمی، خدای خودت میدونی، خدای تو خودت میبینی. اینجا امام خیلی واضح دارن بیان میکنن که خدایا یک ظلم بیانی در حق من شده. اینجا دیگه امام میگن چی؟ بخوان یه جورایی نفرین کنن، اما قبلش علت یابی میکنن. فلانی با من اینجوری کرده، چرا اینجوری کرده؟ چرا تو گوشم زده؟ چرا بیادبی کرده؟ چرا تندی کرده؟ چرا خونمو گرفته؟ چرا حقمو خورده؟ چرا آبرومو برده؟ این همه مصادیق ظلمه. موقع ظلم خیلی ساده گرفتیم، فکر میکنیم مثلا ظلم فقط آمریکاست. موقعی تو نظام زندگی خودمونم داریم به هم دیگه ظلم میکنیم. ببینید دنیا حساب کتاب داره، خیلی عالم حساب داره. یعنی عملا گاهی ما واقعا مراقبت نمی کنیم، خیلی راحت داد میزنه، خیلی راحت بیادبی میکنه. امام دارن عاملش رو میگن بطرن فی نعمت عنده. چرا ظلم میکنه؟
چرا تندی میکنه؟ چرا بیادبی میکنه؟ به خاطر اینکه این خوشی که نعمتی که تو بهش دادی میخواد باش عیاشی کنه. این خوشی که از نعمتی که توی خدا بهش دادی، فی نعمتک عنده. خدا نعمت داده، سلامت داده، قدرت داده، شوکت داده، اعتبار داده. حالا این اعتبار توحیدی رو داره باید چیکار میکنه؟ طرف گاهی کارخونه داره، گاهی مدیره، گاهی سرمایه‌ای داره، گاهی وجاهتی داره، گاهی اعتباری داره، این گولش زده، این می خوشش کرده به تعبیری. امام میگن دلیلی که این داره ظلم میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر این سرخوشیه، به خاطر این حالت هست. و اقترارن به نکیر که علی، یه مقداری فریب خورده از این که تو کارشو نداری، تو حالشو نگرفتی. یعنی یه جورایی خدا گاهی تحمل میکنه، خدا گاهی صبر میکنه، گاهی خدا همون موقع حال طرف رو نمیگیره، این قراره میشه. کم نداریم آدمایی که ظلم میکنند که امام ادلهشو بعد یکی تو دعا اشاره میکنند. بعضی آدمان ظلم میکنن، میگن خب اگه حق با ما نبود پس ما اینقدر پیشرفت نمیکردیم. الان تو جریان فلسطین اسرائیل ببینیم، اگه حق با اسرائیل نبود، اگه قدرت با اسرائیل نبود، چرا خدا اینقدر مهلت داده اینقدر ظلم کنه؟ خدا میگه من حواسم هست، من میدونم به طور طبیعی همه این ظلم ها تقاس داره، اما دلیلی که فرد گاهی اینو خود فرد باید مراقب باشه. فرد وقتی متخلق باشه، فرد وقتی تو نظام توحیدی زندگیش زندگی معنوی باشه، یه جا وقتی میتونه ظلم کنه ظلم نمیکنه، وقتی میتونه زور بگه زور نمیگه. نگم وقتی میتونه، وقتی یه بزرگی